سلام و وقت بخیر خدمت تمامی عزیزان گلم. آقا یه کارهای انجام دادیم، خوبه شما هم انجام بدید اگه امکانش بود ها. واسه ما که امکانش بود و ما انجام دادیم. ببینید کندوی این سقابه. خب پیش میام، من گفتم کندوی زیر پنقاب رو نفرستید واسه زمستون. الان این سقابه، دلیلش چیه عزیزان؟ ببینید این سقاب یه سقاب خوبه. ببینید شاید یکی باشه اون سقابش یه لاین باشه، اصلا کلا یه کندوی با ارزش باشه، یه سقاب خوبه، جمعیتش هم عالیه، کنه کشی شده همه چیز، یعنی کلا این کلونی رو یکی دوست داره اصلا کلا. ببین یک کلونی سقاب قویه، اینو بذارید بمونه. گرفتید؟ حالا به هر صورت نرسیدید بیاید اینو نگاه کنید، نرسید بیاید اینو مثلا اقدام کنید. به هر صورت یک کلونی سقاب دارید شما، چه کارش باید کرد که اینو به خوبی بیارید تا بهار. نکات رو حتما دقت داشته باش چون خیلی واقعا مهمه. یعنی میتونی یه راهکار میگم، مثلا راهکارهایی میگم که میتونه زنبورتون رو خیلی خوب بیارید تا بهار. خب اقدام اولی که باید انجام بدید اینه که این سقابو دریچه پرواز بچینید، مستقیم دریچه پرواز. ببینید همین اندازه بچینید، منم همین اندازه چیندم. ببینید چون ببینید دارم دلیل میگم، چون ببینید اینجا بسته است راش، دیدید؟ بریم پایین ببینید اینجا راش بسته است، ببین راهش بسته است، با مو بستنش. ولی اینجا رو ببین سوراخ اون طرفه، پس اون طرف بازه، اون طرف زنبور میره میاد. یعنی جایی که واقعا ببین دقیقا میزونه دریچه پرواز. بغل نچینید، اینو بغل نچینید چون نمیتونه از زنبور زرد دووم بیاره، چون واقعا تجربه شده داشتم، کلونی خوب، نژاد خوب سقا بوده، چیندم بغل و نابود شده. اومدم پوکه ها رو برداشتم، پوکه های خالی رو بدون زنبور زرد. اینو فراموش نکنید، این نکته خیلی مهمیه. این کار رو که انجام دادید ذخیره کندو رو چک کنید، ذخیرهش خوب باشه، یعنی کم نیاره تا یه مدتی. حالا شما اینو مثلا امروز نگاه کردید، من اینو امروز نگاه کردم ذخیره‌شو دیدم، میانگین میزنم میگم این ذخیرهش خوبه، حالا تا یه ماه خورده این زنبور ذخیره داره، به نظرم نیازی نیست دیگه. من میرم تا یک ماه دیگه میام یه نگاه دیگه میکنم، خیلی سریع نگاهی میکنم ببینم واقعا ذخیرهش خوبه یا نه. میام میبینم آقا ذخیرهش خوبه، تا یه مثلا یه ماه دیگه هم جواب میده. خب کلا زنبور 2 ماه یه استراحتی میکنه، 2 ماه یه استراحتی میکنه، یه 2-3 ماه یه استراحتی میکنه، حالا بستگی به منطقه و استانی که هستی داره. کلا میانگین 2 ماهه این استراحت کرد. تو باید این 2 ماه هر ماه بیای نگاه کنی، ذخیره رو چک کنی. میاد که ذخیرش کم بشه، یعنی نصف شده، تو بیا تغذیه رو شروع کن. دیگه میشه تو اوایل بهمن دیگه تو باید ذخیره رو بیای خمیر شیرین بدی، شربت بدی، پلاستیک فلیزر، نه تو شربت خوری که این زنبور رو نابود میکنه، چون اون موقع هوا سرده. میای پلاستیک فلیزر شربت میدی و خمیر شیرین میدی و مطمئنی که دیگه زنبور از تغذیه دارم اوکیش میکنم، حواسم به زنبوره. حواستون به ذخیره هم باشه. کنه کشی که رکن اصلی، اینو دیگه باید هر زنبورداری که باید حتما انجام بده. این از این. نکته بعدی که واقعا خیلی مهمه، بیایید این شربت خوری رو اصلا بر ندارید، کاری با این نداشته باشید. گونی بیارید، متقالم خوبه، حالا ما از گونی استفاده کردیم، در دسترس بود،
ببین یه لایه، اینم یه لایه بعدی. به قولی دیگه کاپیشان زنبور اصله دیگه. دیگه ما گرم. ببین کتو کردیم تنش. این کتو کنید تنش عالی میشه. همین، نمیخواد دیگه به جزئیاتی دست بزنید. ببینید این الان یه ثقاب خوب، کاراش همه اوکی و دیگه واقعا نیازی نیست دیگه با این ور برم. من نیازی نیست دیگه. ببینید زنبورای کینجان اینجا راه داره ها، راه داره، نبگید ما راه رو بستیم، راه داره. ببینید خیلی گرم میکنه، این خوبه، عالیه، جواب داده، من استفاده کردم دیگه. استفاده کنین نتیجه میده دیگه. با زنبور الکی ور نرید. کارتون با زنبور تموم شد، به زنبور استرس وارد نکن. خیلی خوبه که نکاتو با دقت انجام بدید. ببینید نکته بعدی هم خیلی مهمه، دریچه پرواز رو تعیین کنید. اولین اقدامی که باید انجام بدید خیلی مهمه، تعیین کنید یه 2 تا زنبور بتونه بره بیاد، کفایت. و ببینید کامل دارم توضیح میدم و کامل دارم توضیح میدم. این بغل رو ببینید، اینجا رو گونی که میندازید نباید بیاد زیر این و از این بزنه بیرون، که بعد اگه بارون زد یا برف زد اون رطوبت رو بکشه داخل و زنبور رو رطوبت پیدا کنه و زنبور از بین بره. این نکته رو فراموش نکنید. گونی باید داخل باشه، گونی که گذاشتید. نکته بعدی دریچه پرواز هم تعیین کنید. همینه دیگه کار خاصی نمیخواد انجام بدید. فقط مواظب ذخیره باشید که بهتونم گفتم ماهی 1 بار حتما نگاه کنید، ذخیره رو حتما چک کنید. اگه کم داشت خمیر شیرین بدید، چون بهترین موقع برای دادن خمیر شیرین تو همین هولوش هوا که سرده و میتونید خمیر شیرین بدید. از شربت استفاده نکنید تا موقعی که دیگه بیاد تو بهمن ماه با پلاستیک فلیزر و تو دیگه بره تو فروردین و اینا، دیگه ماهای بهار دیگه میتونید تو ظرف شکرخوری بدید. موفق و پرتولید باشید. این پایین ما رو هم مشترک داشته باشید. ممنونم.